رو به ذهن بسپاریم فرمود اقصر وساط همک علی ما یلزمک، منحصر کن تمام هم و غمت را به چیزی که به دستت می‌خوره، ولا تخص فیما لا یعنیک، اما اختصاص نده به اموری که به دستت نمی‌خوره. گاهی با انسان 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت میشه با افراد صحبت میکنه، اما به تجدید فایده‌ای نصیبش نمیشه. اما در مقابل کارهای مهم و پرفایده‌ای است، اما به اونها نمی‌پردازد. عزیزان، عمر کوتاه، نیازمون به مسائل آخرت فراوان. پس به فرموده امیرالمؤمنین بیاییم هم و غم خود را روی اموری بگذاریم که لازم مهمی باشد، اموری که مهم نیست نسبت به اونها هم و غم